دنیا دار عمل است، یعنی جایی است که در آن عمل میکنیم، و آخرت دار جزا است، یعنی جایی است که پاداش عملهایمان را میبینیم. پس هر کسی در اینجا عمل نکند در آنجا پشیمان میشود. یعنی اگر در این دنیا عملهای نیک و صالح انجام ندادی، در آخرت سخت پشیمان میشوی. این از سخنان احمد ابن حنبل رحمه الله می باشد که در کتاب الزهد امام بیهقی آمده است. متاسفانه مسلمانان امروز عمل کردن را مهم و ضروری نمی دانند. می گویند دل پاک باشد، گپ در دل است، و باز می گویند من اگرچه نماز نخوانم هم ولی دلم پاک است، کسی را غیبت نمی کنم، کسی را نمی رنجانم. حالا آن که در قرآن کریم هر جایی که ایمان ذکر می شود در برابرش عمل صالح ذکر می شود، یعنی انجام عملهای نیک و صالح مثل نماز و روزه، انجام دادن فرضهای الله و غیره برای هر فرد مسلمان حتمی و ضروری است. پروردگارا انجام عملهای نیک و صالح را برایمان توفیق عطا فرما تا در آخرت پشیمان نشویم. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی با کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.